با آموزش این غذای خوشمزه تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام به روی ماهتون. امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب و عالی باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدید. امروز اومدیم کنار شما با یک غذای سنتی گیلانی که هم به عنوان غذا میشد ازش استفاده کرد، البته بیشتر تو قدیما این کارو میکردن، ولی الان به عنوان دسر یا مخلفات کنار غذایی ازش استفاده میکنن. اسم این غذای خوشمزه و لذیذ کاله کبابه که برای موادش نیاز داریم به آب انار ترش، گردو سابیده شده، نعنای خشک شده یا خالیواش خشک شده، ادویه به نمک و فلفل نیاز داره و یه ادویه دیگه هست که گلپر بهش میگن، گلپر استابیده شده. یه سبزی خوش عطر و بو هم داریم توی شمال به اسم چوچاق که خیلی طعم غذاها رو خوشمزه میکنه، از اونم استفاده میکنیم و کمی هم حریره بادوم، یه کوچولو هم از رب آلوچه استفاده میکنیم برای این غذا. البته چیزی که بگم، بیس اصلی این غذا بادمجونه. ما از بادمجون کبابی استفاده میکنیم. بادمجون کبابی رو آموزش کاملش رو توی چند تا ویدیو قبلی براتون گذاشتم. توی ویدیوی اگه اشتباه نکنم میرزا قاسمی بوده که براتون این بالا میذارم که اگه خواستید راحت‌تر دسترسی بهش داشته باشید و ببینید که بادمجون کبابی رو چطور میشه درست کرد و چطور پوستش رو به راحتی میشه در آورد. خب یه چیز دیگه قبل از شروع من بهتون بگم. این وسیله اسمش که همونطوری که بازم تو ویدیوهای قبلی ها بهتون گفته بودم، اسمش نمکار یا نمیار. یه سریا بهش میگن نمکار، یه سریا بهش میگن نمیار یا نمکار بهش میگن. و یه وسیله میگم سنتی گیلانیه که قدیما خیلی ازش استفاده میکردن برای هر غذایی. برای گردو سابیدن ازش استفاده میکردن، سبزی سابیدن ازش استفاده میکردن، یا حتی خیلی چیزای دیگه، انار میسابیدن تو این کار انجام میدادن و برای حالا مدت سالانه‌شون نگه میداشتن، آذوقه سالانه‌شون. خب بریم شروع کنیم. من بادمجون رو کبابی کردم به وسیله گوشتکوب، همینطور که میبینید کامل لهش کردم، کوبیدمش. الان ما بهش آب انار رو اضافه میکنیم. آب انارم روش‌های مختلفی داره برای گرفتن آب انار که اونم سعی میکنم توی ویدیو دیگه براتون کامل توضیح بدم. این موادی که من دارم الان استفاده میکنم همش بگم که چشمیه و اینکه سعی میکنم توی کپشن براتون کاملتر بنویسم که چه چیزی نیاز دارم. اینم میسابم با سبزی چوچاقم و بعد بهش اضافه میکنم. الان نباید اضافه کنم. گردو بهش اضافه میکنیم. کمی گلپر، نمک، حلیره سیر، نعنای خشک شده یا خالیواش خشک شده. حالا چون من میخوام از سبزی چوچاق استفاده کنم، این سبزی خشک رو کمتر میریزم و چون انارمونم ترشه و آب انارم داریم استفاده میکنیم توی این غذا، رو بالوشم هم کم میریزم، زیاد نمیریزم که خیلی ترش بشه کاله کبابمون. ما بریم سبزی و انار رو هم خورد کنیم، بسابیمش، بعد برگردم پیشتون.
خب بچه ها، ما رفتیم اون سبزی چوچاقی که داشتیم به اضافه انار ترشمون رو با هم میکس کردم و هسته انار کامل سابیده نشد، له نشد. گفتم که الان دوباره توی همین نمکار بریزمش و با اون سنگی که دارم الان بهتون نشون میدم، با اون بکوبم تا قشنگ له بشه. من یه عذرخواهی هم میکنم بابت اینکه رو مواد که داشتم توضیح میدادم چه چیزی نیاز داریم اشتباهاً گفتم حریره بادوم. خب حریره سیر بوده. من عذرخواهی میکنم و اصلاح میکنم که شما خدای نکرده اشتباه نکنید. این سنگ رو با این سنگ ما الان میخوایم اون هسته انار رو بکوبونیم. این سنگ رو معمولا کنار رودخونه ها میشه پیداش کرد. یه سنگ صافه که قدیما با همین وسیله و این نمکار که یعنی یه جورایی جفت هم میشن غذاهاشون رو درست میکردن و میسابیدن، له میکردن. دونه های انار رو کامل له کردیم و الان اون ترکیب رو، این مواد رو با هم ترکیب میکنیم و در نهایت یه کاله کباب خوشمزه داریم. یه نکته مهم دیگه هم که هست من باید بهتون بگم اینه که برای این غذا از گوجه فرنگی کبابی هم میشه استفاده کرد. حالا هم به دلخواه هم میتونید استفاده کنید، هم اگه دوست نداشتید نیازی نیست، یعنی واجب نیست که حتما اضافه بشه. به خاطر همین من الان دوست نداشتم اضافه نکردم، ولی کسایی که دوست دارن گوجم توش مثلا تجربه کنن میتونن همراه با بادمجون کبابیش کنن و بهش اضافه کنن. با اون مثلا گوجم توش باشه خوشمزه میشه، نه که حالا بگیم بدمزه است، نه، هر دو طعمش خوشمزه است. واقعا نمیدونید اون سبزی چاچاقی که من داخل این غذا ریختم چه عطر و بویی داره، یعنی کل فضای اینجا رو میتونم بگم عطرش برداشته. اول ویدیو گفتم ما همه مواد این غذا رو، این دسر رو چشمی اضافه میکنیم. من یک کوچولو تستش کردم و یه ذره از نظر من حس کردم که آب انارش کمه. حالا بستگی به ذائقه خودتون داره. البته من یه ذره اون پودر گردو رو بهش اضافه میکنم، گردو سابیده شده و له شده رو یه کوچولو اون اضافه میکنم. حس کردم که ترشیش هم کمه، یه کوچولو هم ترشی انار بهش، آب انار بهش اضافه میکنم. و همونطوری هم که بهتون گفتم من از رب آلوچم استفاده کردم. رب آلوچم خیلی ترشه، ولی خب خیلی اضافه نکردم که اون طعم رب آلوچه رو نده. دوست داشتم که آب انارش ترشیش بیشتر باشه. اینم حالا بستگی به ذائقه خودتون داره. حالا یکی دوست داره ملس‌تر میخوره، یکی دوست داره ترش‌تر میخوره. من اینجوری دوست دارم و فکر میکنم که شما بدتون نیاد. اینجوری درست کنید، انشالله که لذتشو ببرید. این قرمز شدن این کاله کباب زیبا و خوش‌طعم ما هم به خاطر همون آب انار طبیعیشه که ببینید رنگشو خیلی جذابش میکنه. به همین راحتی ما یه کاله کباب، یه مخلفات، یه دسر خوشمزه میتونیم برای میز غذاهامون آماده بکنیم. ترکیب جذاب و خوشمزه ما آماده است. میریزمش توی کاسه و آماده سرو. یه خواهشی که ازتون دارم اینه که اول تشکر میکنم بابت حمایتاتون. دوم خواهشی که ازتون دارم اینه که همینطوری که این ویدیو رو نگاه میکنید و اگه خوشتون اومد وارد کانالم بشید، ویدیوهای دیگه هم نگاه کنید، از من حمایت کنید که من
نیاز به حمایت شما دارم و اینکه نگاه کردن شما باعث پیشرفت کانال من میشه و انرژی بیشتر به من میدید و باعث میشه که من خیلی بهتر از قبل ویدیو بگیرم. امیدوارم که کمکم کنید تا زودتر به هدفم برسم. کاله کباب خوشمزه و لذیذ ما آماده شده. همونطور که دیدید اصلا کاری نداشت و همونقدر ساده و آسون آماده شد. امیدوارم که این آموزش براتون مثمر ثمر بوده باشه و درست کنید و کنار عزیزانتون نوش جان کنید. اگه تا الان کانال ما رو ساب نکردید حتما سابش کنید. اون زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوهای ما به شما نشون داده بشه. چنل ما رو به دوستانتون معرفی کنید و لایک و کامنت و دوباره مجدد میگم ساب فراموشتون نشه. خیلی دوستتون دارم. ممنون از حمایتاتون. تا ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.